سلام، خیلی خوش برگشتین به قسمت سوم از ستوری تیلر. بریم که داستان امروز هم با هم شروع کنیم، ببینیم به کجا میرسه. خب بریم سراغ اپریشن و ببینیم داستان از چه قراره. Revolution؟ نه، Revelation. Edgar shocks himself. خودش رو باید شوکه کنه ادگار. باشه. شوکه نشد؟ ای بابا ادگار، پس تو با چی شوکه میشی؟ گفتم شاید خیال مرگ به ذهنت برسه. اینجا رو حذف میکنیم، یه ربطی به مردن داره. اینجا ذهنش درگیر بشه، خودشو نشد. نشد. یعنی به مرگ یه ربطی داره. نه اینم نمیشه. خب یه داره دیگه میریم. اینجا ادگار خودشو تو آینه میبینه، حافظش پاک میشه. ادگار دیگه خودشو نمیشناسه دیگه. خب چرا شوک نمیشه؟ اینجوری هم نمیشه. یه ربطی به آینه داره، باید خودشو تو آینه ببینه حتما. یا نمیتونه که همون اول خودشو فراموش کنه، بعد تو آینه نگاه کنه، بعد فکر کنه مرده. نه که ادگار خودشو شوکه کنه. خیلی خوب، اگه بگیم ادگار مرده باشه، بعد تازه بفهمه که مرده و خودشو تو آینه ببینه، عالی میشه. خب بریم بعدی ببینیم چیکار میشه باید بکنیم. Heartbroken spouses are reunited. ای بابا، از اینا که کلی داستان داره. بعد دلشون بشکنه و دوباره با هم ازدواج کنه. اوکی. اول باید یه دور ازدواج کنن. ای بابا، یه ازدواج میکنن، بعد زنش میمیره، لنورا زنده میشه، دوباره با هم ازدواج میکنن. خب دیگه به هم رسیدن. نه خب پس یه تغییر کوچولو میدیم. از غم این ادگارم میمیره، زن زنده میشه، ادگارم زنده میشه، به هم میرسن. نه پس تأثیری نداشت. برا باید قلبشون بشکنه، هم ازدواج میکنن. ادگار میمیره، ادگار زنده میشه. اینجا دل اینم باید بشکنه دیگه. بعد زنش زنده میشه، بعد
ادگار رو وای چه طولانی شد. حالا این افتر لایف یعنی نباید زنده بشن دیگه هم دیگه. ریوایوا پس باید حذف بشه. اگر حذف بشه یه جور دیگه برای ریوایو بشه. نه باید اونم قلبش بشکنه دیگه. ادگار زنده بشه. بیاد ببینه که زنش مرده، خود ادگارم بمیره، بعد اینجا به هم برسن. چرا اینقدر سختش میکنن این لامصب. بریم داستان بعدی. امیدوارم که اینقدر پیچیده نباشه، ولی امروز مغزه داره کار میکنه برعکس دفعه قبل. خوبه. Heartbreak for everyone. همه باید قلبشون بشکنه. خب بگیم ادگار و لنورا ازدواج کنن. ادگار رو این یه قلب میشکنه، بعد لنورا بمیره، قلب این بشکنه، بعد لنورا زنده بشه، ادگار مرده باشه. به این میگن هوش. این دفعه همه جوره داره کار میکنه. ریوایو هم نمیخواد و داستان بعدی بزن بریم. Heartbroken dog dies happy. سگ پیر قلب شکسته خوشحال میمیره. خب اول سگش و این عاشق هم میشن. سگ پیر میشه. خب این تایم باید بگذره. خب بعد ادگار پیر شده، سگه اینجا ادگار ریوایو میشه. ادگار سگه رو میبینه ولی سگه پیر شده چون زنده شده. سگه میمیره. ای بابا چرا سگ مردم رو کشتید؟ ای بابا دلم به حال سگه سوخت. و چپتر 3 رو انگار تو سریع ترین زمان ممکن تمام کردیم. نمیدونم بریم برای چپتر بعد یا نه. فکر کنم ویدیو طولانی بشه. The cellar. چون ممکنه که ویدیو طولانی بشه همینجا ویدیو رو تمام میکنیم. مثل همیشه لایک، شیر، سابسکرایب یادتون نره و شاد باشید.